بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز. من مسلم ایرانی در کانال ریگای رون با شما هستم با یک برنامه دیگه. جهاد در عصر رسانه. مجاهد کیه تو دنیای دروغ؟ امروز دیگه تیر و تفنگ تنها سلاح جنگ نیست. امروز جنگ از توی میدون اومده پشت پرده ها، توی صفحه ها، توی خبرها، توی شبکه‌های اجتماعی. تو دنیایی که دروغ توش بیشتر از واقعیت پخش میشه. تو دنیایی که دشمن با یک کلیپ، با یک تصویر ساختگی هزار ذهن و مسموم میکنه. جهاد فقط پشت خاکریز نیست، تو دل همین غبار رسانه است. بعضیا تو اتاقای راحت یه ویدیو میبینن، یک جمله میخونن، بعد راحت قضاوت میکنن. با خودشون میگن اینا چی میخوان اونجا؟ مجاهد؟ نه بابا، اینا تندروان. و هیچ کس نمیپرسه واقعیت چیه؟ کی ساخته این تصویر رو؟ نمیپرسن پشت این اتهاما کیه؟ کی دوست نداره صدای حق پخش بشه؟ مجاهد امروز 2 جبهه داره. یکی میدون نبرد، یکی هم میدون قضاوت‌های دروغین. هم باید جلوی گلوله وایسه، هم جلوی طعنه، تهمت و شایعه. و توی سوریه اینو خوب میشه فهمید. مجاهدایی که جونشونو گذاشتن وسط، نه واسه قدرت، نه واسه زمین، واسه اینکه ظلم نخوره به مردم، واسه اینکه حق مظلوم از ظالم گرفته بشه، واسه اینکه وقتی یه زن سوری داد میزنه یکی باشه که بگه من هستم، و واسه اینکه جوابی داشته باشه در اون دنیا که من بودم که به ندای مظلوم پاسخ دادم. اما رسانه ها چی نشون دادن؟ نه اون بغض مجاهد رو گفتن، نه نماز شبهاشو، و نه فقط سعی کردن اون رو یه تصویر خشن نشون بدن، یه چهره تاریک، بیرحم و افراطی، تا حق توی شلوغی دروغ گم بشه. ولی هنوزم نور پشت این غبارا پیداست. همه نمیفهمن، ولی اونی که دلش پاکه، صدای حقیقت رو تشخیص میده، میفهمه کی رفته واسه خدا و کی داره از پشت پرده بازی میکنه. مجاهد تو این زمونه نه فقط رزمنده است، نه فقط غریبه، بلکه گاهی قربانی یک دنیای فریبه که توش حق با لایک و فالو بالا و پایین میشه. ولی بازم سرپا میمونه، چون امیدش به مردم نیست، به خدایی که میبینه حتی اگه هیچ دوربینی نبینه. این پادکست تقدیم میشه به همه مجاهدای سوریه که توی صدای دروغ و هوشیگری بازم ساکت نموندن و رفتن وسط معرکه تا ثابت کنن که هنوزم میشه برای خدا جنگید، بی نیاز از تایید مردم.